اگر کس گذشته اجداد خود را نداند، انسانی کامل نیست. این خطابه ساده ولی در عین زمان جدی بزرگان علم و ادب ما از قعر عصرها به گوش می رسد و هشدار می دهد که از تاریخ ملت و سرزمین، رسم و رسوم و دین و آیین خود مدام واقف باشید. این پاره از یکمین گفتار رادیویی شاه اثر اکادمیک باباجان غفوروف کتاب تاجیکان می باشد. کتاب ارزشمند تاجیکان را رادیوی تاجیکستان پورا در 124 گفتار در قرائت عبدالرشید علیزاده در شکل الکترونی تهیه نموده است. اگرچه این اقدام را کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چند سال قبل عملی کرده بود، اما در عین زمان این گفتار رادیویی برای اشتراکچیان آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخی ملت واسطه خوبی از خودکنی کتاب تاجیکان خواهد بود. اثری بیزاولی اکادمی باباجان غفوروف تاجیکان اهمیتی مهمی تاریخی، سیاسی، فرهنگی، معنوی دارد. پیشوای معظم ملت در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید می‌کنند که اثر تاجیکان اکادمی باباجان غفوروف پایدیوار استقلالیت و خودشناسی ملی را جاویدانه ساخت و با تلاش‌های پیوسته президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون امروز اثری تاجیکان باباجان غفوروف عمری دوباره یافت. آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخی ملت برای بار اول در جمهوری به افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفوروف گذرانیده می شود. تدبیر مذکور با مقصد ارجگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنمایی‌های شایسته نیاگانمان در طول تاریخ که با دلایل‌های ردناپذیر با تکیه به سرچشمه‌های علمی و تاریخی در کتاب ماندگار و پر ارزش اکادمیک باباجان غفوروف تاجیکان انعکاس یافته است برگزار می شود. در دوره گسترش بی‌میلان تکنولوژی اطلاعاتی، جنگ‌های اطلاعاتی، اثر تاجیکان باباجان غفوروف اهمیت مهمی سیاسی، تاریخی و فرهنگی دارد. زیرا برای تربیت نسل نو است در روحیه خودشناسی، بشردوستی، ارزش‌های ملی و دیگر ارزش‌هایی که امروز برای تربیت نسل وطندوست و خویشتنشناس ضرور است، اهمیت ویژه دارد و در دوره استقلالیت نیز اهمیت مهمی تربیوی خود را گم نکرده است. بنابراین با مقصد تربیت خودشناسی جوانان نسل نو است، با مقصد جلب توجه تمام جامعه به آموختن تاریخ و میراث گرانبهای گذشتگان، آزمون جمهوری تاجیکان در آینه تاریخ ملت برگزار می‌گردد. طبق معلومات آزمون با اشتراک اهالی مملکت از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه‌های اهالی کشور به استثنای آموزگاران فن تاریخ همه زینه‌های تحصیلات و عالمان و محققان ساحه تاریخ دایر می‌گردد. آزمون از 4 دور عبارت بوده، از ماه فوریه سال 2023 تا ماه دکامبر سال 2023 تشکیل و گذرانیده می شود. آزمون مذکور در 4 دور اساسی برگزار می گردد. مرحله اولی آزمون ماه فوریه در کارخانه و مؤسسه‌های تعلیمی جماعتی شهر و دهات برگزار می گردد. مرحله دوم آزمون ماه ایون بیوسته در شهر و ناحیه‌ها برگزار می گردد. مرحله سوم ماه سپتامبر در مرکزهای شهر و ولایت‌ها برگزار می گردد و مرحله چهارم در مرحله جمهوری در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. دانستن تاریخ پرقناوت خلق تاجیک توسط مطالعه شاه اثر اکادمیک باباجان غفوروف کتاب تاجیکان برای هر یک شخص انسان دوست و وطن پرست مایه افتخار است. کتاب تاجیکان باباجان غفوروف دوره‌های پیدایش تاریخی ملت تاجیک را پورا فرا گرفته، نشانه ابد زنده ملت باستانی و تمدن آفر تاجیک است و برای نسل‌های امروز و آینده تاجیکستان دلیلی ردناپذیر ارزیابی می‌گردد. از این رو با مطالعه این کتاب اشتراکچیان آزمون مذکور گذشته تاریخ خود را می‌آموزند، امروزش را قدر می‌کنند و آینده اش را می‌سازند. برای غالبان آزمون مکافات‌های پولی و امتیازها مقرر گردیدند. برای جای‌های یکم، دوم و سوم یعنی متناسباً 50,000 35,000 و 25,000 سوم معین گردد است.
барои нафароне ки соҳиби шоҳҷоиза мегарданд 70,000 сомонӣ муқаррар гардааст. ҳамчунин барои довталабоне ки дар озмун ғолиб меоянд барои дохил шудан ба ҳамаи зинаҳои таҳсилоти касбӣ хуб бидуни озмун ва маркази миллии тестӣ хуб дохилшавӣ кафолат дода мешавад ва ҳамчунин метавонанд дар ба таври ройгон минбаъд таҳсил намоянд. ҷои зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи тарихи миллат бо ташаббуси фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омада барои бори нахуст дар соли 2023 гузаронида мешавад. ба андешаи коршиносон омӯзиши тарих дар замони ҷаҳонишавӣ муҳимтарин омил дар самти худшиносиву худогоҳии миллӣ ба шумор меравад. хушбахтона тарихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ буда арҷгузорӣ ба он рисолати ҳар як тоҷик аст. шарҳи муҳтавои китоби тоҷикон дар шакли суруд аз ҷониби аҳли санъату ҳунари кишвар ҳар шахси ватандору боз водор месозад ки бештару бештар ба ин китоб рӯ биёранд то аз саҳифаҳои рангии тарихи миллати тоҷик маълумот пайдо созанд.